حرم حضرت معصومه حرم همه اهل بیته، لذا شما همه 14 معصوم رو، همه معصومین رو به نحو حضور بهشون سلام میدید در این زیارت معروفی که از امام رضا علیه السلام نقل شده. همین زیارتی که میخونید از وجود مقدس سامن الحجج نقل شده که اینجوری حضرت معصومه رو زیارت کنید، دیدید معصومین رو حاضر زیارت میکنیم. السلام علیک مثلا یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین. پیداست این حرم حرمی است که همه ائمه حاضرن. البته به یه معنا در همه عالم حاضرن، اینطور نیست که اختصاص به یه مکان داشته باشه، ولی در حرم حضرت معصومه همه معصومین حضور خاص دارن. لذا آدم اینجا میاد حرم همه معصومینه. ملاحظه فرمودید در این روایت نورانی که امام صادق علیه السلام فرمودن که به زودی ما حرمی داریم، اون حرم قمه. این روایت همه شنیدیم. حرم الهی مکه است، حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مدینه است، حرم امیرالمومنین کوفه است، حرم ما اهل بیت قمه. که بعضی از این جمله اینجوری فهمیدن، استظهار کردن که حرم حضرت زهرا هم اینجاست، حرم ما اهل بیت قمه. بعد فرمودن که به زودی پاره تن من در اونجا دفن میشه قبل از تولد حضرت معصومه. فرمود به شفاعت او همه شیعیان من وارد بهش میشن. این حالا یه معنای عجیبی است که چجوری است با شفاعت حضرت همه شیعیان ستدخل جنتی به شفاعتها شیعتی الاجمع به اجمعهم، همشون. این موقف حضرت معصوم و موقف اینجا حرم حضرت معصوم هم محور این حرمند. کسی بیاد تو این حرم وارد قلب حرم اهل بیت شده. لذا رزق‌هایی که تو این حرم تقسیم میشه رزق‌های فراوانی است.